در یک مکان راحتی بنشینید یا دراز بکشید. اگر روی صندلی هستید سعی کنید پاتون با زمین تماس داشته باشه. در هر حالتی که هستید، چه روی زمین و چه روی صندلی، حتما ستون فقرات رو راست نگه دارید تا جایی که ممکنه، تا بیشترین گشادگی رو در قفسه سینه داشته باشیم و بتونیم هوای بیشتر و بهتری رو تنفس کنیم. همه اعضای بدن رو، دست، پا، گردن، سر در حالت ریلکس قرار بدید. دست‌ها رو در کنارتون قرار بدید یا روی پاها، کف دست‌ها به سمت بالا. تمام عضلات رو سعی کنید در حالت آرامش و ریلکس قرار بدید. از حالت انقباض اگر هست خارج کنید. توجه کنید به نشیمنگاهتون و سطحی که روی اون نشستید. روی صندلی، روی مبل یا روی زمین. به سفتی یا نرمی این سطح توجه کنید. به تماسی که با اون دارید توجه کنید. حالا سنگینی بدنتون رو روی این سطح حس کنید و کاملا این سنگینی رو رها کنید روی جایی که نشستید. حالا نفس هامون رو آرام آغاز میکنیم. مثل همیشه دم و بازدم عمیق و آرام، هر طور که راحت تر هستید. از بینی نفس بکشید، خیلی بهتره. دم رو از بینی انجام میدیم. به این تنفس توجه کنید. مسیرش رو دنبال کنید. اگر به قفسه سینه میبرید یا به سمت شکم، لحظه ای نگه دارید و بعد آرام بازدم رو از راه دهان با یک شکاف کوچک یا اگر راحت ترید از راه بینی انجام. چند نفس عمیق و آرام رو به همین ترتیب انجام بدید و به مسیر تنفستون توجه کنید. حالا به این توجه کنید که دم و بازدم شما بیشتر در کجا انجام میشه. دمتون از راه بینی، در اطراف بینی، یا بیشتر این نفس رو در قفسه سینه احساس میکنید یا در شکمتون. در کجا بیشتر این نفس رو انجام میدید؟ به اون توجه کنید و تمرکز کنید. این تمرین باعث میشه که شما تمرکزتون رو از افکاری که مرتباً حتماً به ذهنتون میاد به سطح نفستون ببرید و هوشیاری و آگاهیتون رو در اون قسمت نگه دارید. نفس‌ها رو ادامه میدیم در حالتی که تمام عضلات ریلکس هستن. هر از گاهی به اندام‌های بدنتون توجه کنید
اگر جایی رو منقبض می‌بینید، آرام و آرام با یک تنفس عمیق اون انقباض رو برطرف کنید. باز به حرکت با دم و بازدممون توجه می‌کنیم. در حینی که به تنفس توجه می‌کنیم، به افکاری که به ذهنمون میاد هم توجه می‌کنیم، اما اجازه عبور به اونها میدیم. حتی احساساتی رو که الان تجربه می‌کنید، نظاره‌گر باشید. فقط مشاهده می‌کنیم. هر فکری رو مربوط به دیروز، امروز یا آینده، هر چیزی که به ذهن میاد، از ورودش ممانعت نمی کنیم، فقط مشاهده می کنیم و رها. همینطور احساسی رو که الان دارید، احساس هیجان یا آرامش یا غم یا شادی فرقی نمیکنه. اون احساس رو مشاهده می کنیم و اجازه میدیم که حضور داشته باشه و بعد رها می کنیم. برای اینکه تمرکز روی ذهن ما قرار بگیره، توجه به تنفس هامون رو بیشتر میکنیم. به حرکت نفس ها، دم و بازدم. برای تمرکز بیشتر میتونید دم و بازدم هاتون رو بشمارید. اینقدر این فعالیت رو میتونید انجام بدید تا زمانی که بتونید به اندازه 10 شماره فقط به دم و بازدمتون توجه کنید. این یک تمرین روزانه هست و لزومی نداره که ما در همین یک جلسه بتونیم ذهنمون رو آگاه نگه داریم بر نفس ها. میتونید چند نفس رو به همین صورت بشمارید. دم شماره 1، بازدم شماره 1، دم شماره 2، بازدم شماره 2، دم شماره 3، بازدم شماره 3 و به همین ترتیب. بسیار طبیعی و عادی نفس بکشید. ممکنه شما سریع نفس میکشید یا عمیق، فرقی نمیکنه. مهم اینه که ریلکس باشید. این تمرین رو انجام میدیم تا ذهن ما عادت کنه به تمرکز بر یک چیز. و جالب هست که با وجودی که هیچ وقت به نفس هامون فکر نمی کنیم و این فعالیت رو بدون اراده در شبانه روز انجام میدیم، توجه به همین نفس‌های عادی به ما کمک میکنه تا ذهن ما بر امور زندگیمون در ساعات دیگر تمرکز پیدا کنه و در هنگامی که مشغول کارهای مختلف هستیم بتونیم بر روی اون یک فعالیت تمرکز و هوشیاری داشته باشیم تا بهتر به انجام برسونیم. تا زمانی که مشغول فعالیت هستیم و 10 فکر و نگرانی و دغدغه دیگر در ذهن ما و بر وجود ما مستولی میشه. این تمرین به ما کمک میکنه تا بر یک حرکت و یک فعالیت و یک تفکر در هنگام انجامش متمرکز باشیم. یک دم عمیق و بازدم عمیق رو انجام میدیم
و خدای خودمون رو سپاس می‌داریم که تونستیم لحظاتی رو توجه کنیم به این وجودی که به امانت به ما داده شده، به نفس‌هایی که لنگرگاه وجود ماست و حیات ما رو امکان پذیر کرده در این کره خاکی. برای همه آرزوی صلح و آرامش درون و شادی و نفس‌های عمیق و آرام رو آرزو می‌کنیم.